اگه این ویدیو رو میبینی یعنی من مردم، یا بدتر تبدیل به یکی از اونا شدم. الان توی کمد دیواری اتاقم قایم شدم. ساعت 3 شبه. مادرم، یا اون چیزی که شبیه مادرمه، پشت در ایستاده. حرکت نمیکنه، نفس نمیکشه، فقط داره لبخند میزنه. صدای ناخوناشو روی چوب در میشنوی؟ میخوام براتون تعریف کنم چطور تعطیلات آخر هفتم تبدیل به جهنم شد. فقط خواهش میکنم به چشمای هیچ کس اعتماد نکنی. من دانشجو هستم و بعد از 6 ماه برگشتم به خونه ویلایی پدرم در شمال. وقتی رسیدم همه چیز عالی بود. پدرم کباب درست کرده بود. مادرم مهربون بود. اما یه چیز عجیب بود. سگمون بابی که همیشه میپرید بغلم، تا وارد شدم رفت زیر مبل و زوزه کشید. حتی وقتی پدرم صداش کرد از ترس ادرار کرد. پدرم خندید و گفت پیر شده، دیوونه شده. اما خندش زیادی کشدار بود. انگار عضلات صورتش برای خندیدن ساخته نشده بودن. شب اول خوابم نمی برد. تشنه شدم و رفتم آشپزخونه. ساعت 2 شب بود. دیدم مادرم وسط آشپزخونه ایستاده. چراغ خاموش بود. رو به دیوار ایستاده بود. گفتم مامان. جواب نداد. تکون نخورد. حتی شونه هاش با نفس کشیدن تکون نمیخورد. رفتم جلوتر. دست گذاشتم روی شونش. مثل سنگ سفت بود و سرد. یهو سرش رو با سرعت غیر طبیعی مثل ربات چرخوند سمت من. لبخند نداشت. چشماش باز بود. گفت تشنت پسرم؟ صدای خودش بود، ولی انگار از ته چاه می اومد. فرار کردم تو اتاق. صبح که شد مامان داشت صبحونه درست میکرد و همه چی عادی بود. وقتی ازش پرسیدم گفت حتما خواب دیدی. شما هم تا حالا حس کردید یکی از اعضای خانوادتون یه لحظه غریبه شده؟ تو کامنت ها بگید. روز دوم پدرم رفت انبار هیزم بیاره. من از پنجره داشتم نگاهش میکردم. دیدم رسید به انبار ولی در رو باز نکرد. فکش باز شد، نه مثل انسان. فکش تا روی سینش باز شد و یه تیکه گوشت خام رو که اونجا افتاده بود بلعید. درسته؟ قورت داد. وحشت کردم. دوربین گوشیم رو آوردم زوم کردم. دیدم پوست گردنش شله. انگار یه لباس گشاده که تنش کرده. رفتم توی اتاق پدر و مادرم تا مدرک پیدا کنم. دفتر خاطرات مادرم رو دیدم. نوشته های روزهای قبل عادی بود، اما صفحه آخر با خط خرچنگ قورباغه و قرمز نوشته شده بود پوستشون خیلی تنگه، درد داره ولی خوشمزن. پسرش داره میاد، اون جوونه، پوستش بهتره. همون لحظه صدای در ورودی اومد. برگشته بودم. میخواستم فرار کنم که دیدم هر دوتاشون پایین پله ها ایستادن. دیگه ادا در نمی آوردن. 4 دست و پا روی پله ها بودن. گردنهاشون شکسته و کج بود. پدرم
یا بهتر بگم اون موجود گفت کجا میری؟ هنوز شام نخوردی. من دویدم طبقه بالا. توی اتاقم و در رو قفل کردم. کمد رو هل دادم پشت در. الان که دارم حرف میزنم دارن در رو میشکنن. صبر کن. گوشیم زنگ میخوره. مادرمه. شماره مادرم داره زنگ میخوره. گوشی رو برمیدارم. صدای مادرم از پشت تلفن میاد. با گریه و جیغ. آرش تو کجایی؟ ما رسیدیم خونه ولی تو نیستی. چرا خونه خالیه؟ خشکم زد. اگه اونا که پشت خطن پدر و مادر واقعی منن، پس اینایی که پشت در اتاق دارن در رو میشکنن کیان؟ نه یا جلو نه یا بچه‌ها، ساخت این ویدیوها هزینه و زمان زیادی میبره. بزرگترین حمایت شما اینه که دکمه سابسکرایب رو بزنید و ویدیو رو برای یک نفر بفرستید. این کار باعث میشه بتونم ویدیوهای بعدی رو ترسناکتر بسازم. ممنون.